سلام عرض میکنم خدمت همراهان کانال کریپتوفونیکس. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. در خدمتتون هستیم با یک ویدئوی دیگه. این بار میخوایم چند آلت کوینی که مد نظر داریم رو، نقاط ورود طلاییشون رو براتون به اشتراک بگذاریم. پس همین الان اگه این ویدیو رو لایک نکردی لایک کن و اگه سابسکرایب نداری ما رو حتما روی دکمه سابسکرایب بزن. با ما همراه باش تا 10 تا آلت کوین پرپتانسیل رو، نقاط ورود و محدوده های مناسب سرمایه گذاری اونها رو بهت معرفی کنیم. آلت کوین اول ما اپتوس هستش با نماد APT که جزو ارزهایی هست که تازه هم وارد بازار شده و عمر خیلی طولانی نداره. همونجور که توی چارت میبینین بعد از زدن سقف $20 این قیمت شروع به اصلاح کرده و تا محدوده های $4-7 هم اصلاح داشته و خودش رو به یک بریکر هفتگی رسونده و تا ناحیه اکولیبریوم رشد داشته و تا حتی اوردر بلاک هفتگی خودش رو هم تاچ کرده و همونجور که میبینید هیچ کندل هفتگی رو بالاتر از اکولیبریوم نبسته. خب انتظاری که میره اینه که این ارز بعد از رنج هایی که میخواد بزنه به سمت اهداف پایین تر حرکت میکنه و بعد از اون سراغ محدوده های تارگت بالاتر خودش حرکت خواهد کرد. پس برای ما محدوده های مناسب ورود، محدوده رو ما همونجور که توی تصویر میبینید تقریبا قیمت های زیر $6 میتونه محدوده ورود خوبی باشه. محدوده هم میتونه این محدوده تقریبا 4.3 خورده دلار باشه که فکر نمی کنم تا اون نواحی بخواد اصلاح بده، مگه اینکه بیت کوین کرش سنگینی رو به زیر $20,000 داشته باشه. اما خب در نظر داشته باشید و اهدافی که میتونیم ما برای این ارز در نظر داشته باشیم محدوده های OTE ما هستش و بعد از اون سقف تاریخی. پس ما برای این ارز 3 محدوده ورودی داریم و تارگت های مشخص شده. ارز بعدی ما ارز دوج کوین هست. محدوده های مناسب برای ورود برای این ارز میتونه محدوده تقریبا 6 سنت 6.3 سنت باشه که یه محدوده FVG هفتگی داریم و محدوده بعدی که خیلی محدوده مهمتری هست و میتونه خریدهای اصلی رو توی این محدوده حوالی 5 سنت داشته باشیم و خرید اضطراری و پله آخر رو هم حوالی 41 سنت. اما اهدافی که این ارز داره به نظرم هدف اصلیش میتونه این نقدینگی بالا باشه و در نهایت هم محدوده اوردر بلاک ماهیانه و یا اهداف دیگه سقف‌های جدید. اما خب همونجور که میبینید به نظر من محدوده های 5 سنت و حتی 4 سنت میتونه فرصت طلایی باشه برای سرمایه گذاری برای اهداف حوالی 20 سنت و بالاتر. آلت کوین بعدی آلت کوین فانتوم هست. فانتوم یکی از ارزهای خوب بازار هستش که به نظر من میتونه از حوالی 25 و 20 تا 25 سنت میشه به خریدش فکر کرد و تو این محدوده میشه خریدها رو انجام داد و یک خرید دیگه هم حوالی 15 سنت رو میشه برای فانتوم در نظر گرفت و اگه از اهداف رویایی اساتید گران صرف نظر کنیم هدفهایی که میشه برای فانتوم در نظر گرفت به نظرم هدف اول این نقدینگی و این
هیپوی ماهیانه خواهد بود و بعد از اون این محدوده 95 سنت و در نهایت محدوده $1.3 که یک اوردر بلاک هفتگی رو ما اینجا داریم و آخر از همه سقف $3.5 که میتونه این هدف رو هم در بولران پیش رو رعایت کنه. ارز چهارم ارز اتم که یکی از ارزهای قدیمی و پرپتانسیل مارکت هم هست و به نظر من میتونه از حوالی زیر $8 حوالی 7.5 تا $7 میتونه محدوده خوبی باشه. همونطور که میبینید اکولیبریوم کلی چارت هم تو این ناحیه میفته و اگه قیمت این محدوده های $5.5 رو هم به صورت هانت داشته باشه میتونه فرصت خیلی خوبی باشه برای خرید و تارگتاش هم میتونیم حوالی $20 و این هیپوی ماهیانه در نظر بگیریم و بعد از اون محدوده 29 تا $30 که یک اوردر بلاک هفتگی هست و در نهایت سقف تاریخی که ما اینجا یک نقدینگی دو سقف برابر رو اینجا داریم که حوالی $45 میتونه تارگت های پیش روی اون باشه. آلت کوین بعدی کوانتوم هستش با نماد QNT. یکی از ارزهای به نظر من واقعا بولیش بازار خرسی بود که حتی همونجور که توی چارت می‌بینید اصلا اصلاح‌های سنگینی رو توی چارتش نمی‌بینید و ریکاوری های عالی رو همیشه داشت. این ارز رو اگه توی محدوده های OTE یعنی این محدوده ها بشه و توی اصلاح پیش روی بازار این محدوده ها رو ببینیم میشه خریدهای خودمون رو روی اون انجام بدیم که محدوده اصلی هم همین FVG ماهیانه هستش که به نظر من یک فرصت خوب رو ایجاد میکنه تا ما بتونیم یک خریدی رو داشته باشیم به سمت هدف $163 و این FVG ماهیانه. سقف تاریخی این ارز هم محدوده $429 بوده که حالا دیگه فعلا باید ببینیم که بعد از محدوده OT سراغ سقف تاریخی هم خواهد رفت یا خیر. ارز بعدی OP یا همون اپتیمایز لایه دوم اتریوم محسوب میشه و جزو ارزهای تازه بازار هم هست و رشد خوبی رو هم همراه با بیت کوین توی این موج صعودی داشته که موفق شده سقف تاریخی بزنه و به نظر من از اصلاحی که داره شکل میگیره توی اپتیمایز محدوده اکولیبریوم میتونه محدوده یک خرید خوب باشه که یک IFVG ماهیانه هم ما توی این ناحیه داریم و حوالی $2 و پایین ترش میتونه یک خرید سبک رو داشته باشیم. و ناحیه بعدی ناحیه OTE هستش که این ناحیه میتونه برای خرید پله دوم محدوده خوبی باشه و خرید پله سوم هم میشه زیر $1 رو توی این ریجکشن بلاک در نظر داشته باشه و هدف خریدمون هم میشه سقف‌های بالاتری رو برای این ارز در نظر داشت. ارز بعدی آواکس هست که یک چارت زیبا رو داره و یک رشد خوب رو ازش شاهد بودیم که همونجور که میبینید این محدوده نقدینگی به زیبایی اینجا هاند شده و یک رشد خوب رو تا CB ماهیانه و این سوینگ پوینت داشتیم
و الان داریم یک اصلاح خوب رو ازش میبینیم که توی این اصلاح خوب محدوده خوب خرید برای این ارز توی تایم روزانه ما اگه فریم ورک خودمون رو در نظر بگیریم ما میبینیم که ناحیه اکولیبریوم حوالی 20.7 دلار ناحیه اکولیبریوم ما هست. اما محدوده هایی که خود من برای خرید این ارز در نظر دارم محدوده OTE هست که این محدوده بسیار بسیار محدوده خوبی هست که میشه در قالب 2 پله یا 3 پله خریدها رو توی این دو ناحیه انجام داد. زیر 17 دلار هست که اگه این محدوده ها رو ببینه به نظرم خریدش خالی از لطف نیست. تارگت هایی هم که برای این محدوده های خرید میتونیم در نظر داشته باشیم محدوده های بالای 50 دلار و محدوده های 75 تا 80 دلار رو فعلا میشه براش در نظر داشته باشیم. محدوده اوردر بلاک هفتگی و در نهایت هم میشه انتظار سقف تاریخی رو هم با توجه به رشدی که این ارز از خودش نشون داده میشه سقف تاریخی 147 دلار رو هم برای اون در نظر داشته باشیم. اما ارز بعدی آربیتروم هم مثل اپتیمایز یکی از ارزهای خوب و لایه دومی اتریوم هست که این ارز هم شاهد رشد خوبی بوده و سقف جدیدی رو ثبت کرده تا حوالی 2.14 دلار هم رشد داشته و به نظرم وارد فاز اصلاحی داره میشه کم کم و این اصلاح میتونه فرصت خریدی رو برای ما رقم بزنه که این فرصت خرید میشه توی این محدوده بریکر هفتگی که زیر 1.3 دلار محدوده خوبی میتونه باشه برای خرید و بعد از اون این IFG ماهیانه که حوالی 1 دلار برای ما یک محدوده خوب رو ایجاد میکنه برای اهداف بالای 2.5 دلار که دور از ذهن نخواهد بود. اما آلت کوین بعدی آلت کوین فلاکس که با همین نماد هم هست یکی از ارزهای خوب در حوزه هوش مصنوعی که همونجور که توی چارتش میبینید ما یک هانت خوب رو توی این ارز شاهدش بودیم که این نقدینگی‌های این محدوده رو به زیبایی توسط این اوردر بلاک هانت شده که برای ما اینجا حالا یک محدوده خوب خرید میشه که میشه حوالی 34 سنت 35 سنت و محدوده تقریبا 42 سنت 40 تا 42 سنت میتونه محدوده خوب خریدمون باشه و به نظر من بعیدم هست که این اوردر بلاک بدون واکنش و خیلی راحت شکسته بشه. اما خب به هر حال این محدوده 27 سنت رو هم حالا در نظر داشته باشید. اما میگم به نظرم خرید کلی رو میشه توی همین ناحیه تقریبا تکمیلش کرد و هدفهایی رو هم که براش میشه در نظر داشت محدوده 1.14 دلار و محدوده 1 دلار میشه هدف خودمون دونست و این CB هفتی که بالای 2 دلار رو برای ما میتونه برمغان بیاره که گین خوبی رو برای ما خواهد داشت. و اما ارز آخر ارز ماسک هستش که چارت بسیار زیبایی داره، فرصت خرید خوبی رو به نظرم میخواد به ما بده و توی این ناحیه OTE حوالی 2.11 دلار و یا زیر 2 دلار میشه خریدهای خودمون رو تا محدوده 1.5 تا 2 تقریبا توی 2 تا 3 پله میشه خریدهای خودمون رو تکمیل کنیم چون هدفهایی که این ارز داره محدوده 7 و 6 و
محدوده های $10 و این اوردر بلاک ماهیانه میتونه هدف باشه و حتی حوالی 28 تا $30 هم میتونه جزو اهداف این ارز باشه. چیزی که از این ارز میشه انتظار داشت اینه که تا این محدوده ها یک اصلاحی رو توی ماه‌های پیش رو داشته باشه و بعد از اون شاهد رشدهای خوبی رو ازش باشیم. حتما این ارز رو هم در نظر داشته باشید. خیلی خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو با ما همراه بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه این ویدیو براتون جذاب بوده حتما لایکش کنید و برای دوستاتون به اشتراک بگذارید. روزگارتون خوش.